حادثه مرگبار غزال نایت در ترکیه و حالت بد وی در شفاخانه در ترکیه. دلیل این حادثه غزال نایت در ترکیه چی بوده است؟ غزال در ترکیه مصروف چی کار باری بوده است؟ و نشر تازه ترین تصاویر غزال نایت بار جارایش همسر قبلیش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت یکی از هنرمندان خوش صدای افغان و از ولایت لغمان بزرگ شده ولایت زیبای کابل می باشد. از پدر و مادر با استعداد دیده به جهان گشود. پدر و مادر غزال نایت در افغانستان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان من حیث مجری اجرای وظیفه داشت. غزال نایت نه تنها هنرمند خوب کشور است بلکه وی استعداد بالایی در بخش گویندگی و مدیریت برنامه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در افغانستان دارد. غزال نایت هنر موسیقی را با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا آغاز کرد و در مدت بسیار کوتاه به اوج شهرت هنری رسید. وی بعد از رفتنش به کشور کانادا از همسر اولش رجارایش جدا شد و به کارهای هنریش به طور مستقل و جداگانه پرداخت. اما جدیداً تصاویر غزال نایت در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور ترکیه حادثه ترافیکی مرگباری را سپری کرده است. اما تاکنون معلوم نیست دلیل این حادثه ترافیکی غزال نایت چی بوده است و وضعیت صحی وی در حالت بدی در شفاخانه از طرف دوستان و اقارب غزال نایت تایید شده است. غزال در ترکیه مصروف کارهای تجاریش بوده است و می‌خواهد در کشور ترکیه رستوران به نام خودش بسازد. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌های غزال نایت خواهیم بود. آرزوی صحتمندی و شفایاب شدن برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا داریم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.